بیا تا قدر همدیگر بدانیم، میگد مولانا، که تا ناگه زی همدیگر نمانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون رفتگانیم. خداوند بزرگ به سر بشر امتحانهای زیاد میفرستد و آزمایش و سنجش فراوان میدهد و وقتی به ما و شما سعادت هدیه میکند، همین سعادت هم حتی امتحان است که این سعادت را ما و شما چگونه تحمل میکنیم، چگونه قضاوت میکنیم، چگونه از آن کام میستانیم و چگونه آن را به مردم قسمت میکنیم. وقتی به ما دولت میفرستد، این هم آزمایش و امتحان است. وقتی به ما شهرت هدیه میکند، بزرگترین آزمایش است، زیرا که نه همه کس میتواند هنگام شهرتمندی و اشتهاریابی مناسبت خودش را با انسانها آنسان که قبل بود حفظ کند. وقتی به ما مشقت و اذیت میفرستد، درد و عارضه میفرستد، بزرگترین سنجش و امتحان است. و من میدانم که آذرخش بسیار با تحمل مردانه، بسیار با صبر ایوبی، با بزرگواری، با صابری، با شکر بی‌حد این همه غم و رنج و عارضه و درد را سپری کردند و حالا در مرحله تحول و تجدد قرار دارند. برای خانواده ما پیام نیک این بود که یگان نفر در سوی ایستاده و بی‌طرف و بی‌تفاوت نبود. حتی جناب عالی امام علی رحمان، پیشوای ملت ما، از طریق چندین اهل مقام و مسئولان و ماموران به آذرخش سلام خاص میفرستادند و سروزیر مملکت بسیار مبادرت و بسیار یارمندی روحانی و روانی کردند. این همه روز سرور ولایت ما، برادر ارجمندمان رجب بای احمدزاده، همیشه یاور ما و یار ما بودند، به حدی که مادر عزیزشان شبها به آذرخش زنگ می زدند و دعا می کردند و می گفتند کاش همان روز زود فرا رسد که من به شادباد شما روم، به شادباد سلامت شما. و آدم های عادی ترین عالم، آدم های معمولی هم همیشه دعا می فرستادند. از دعا قیمتمندتر، از دعا گرانقدرتر، از دعا به مقدارتر چی هست؟ وقتی برادرزاده های ما در بازار به نیت خرید وارد شدند، یا نابینایی را دیدند که با عصا می رفت و می گفت خدا جان از بلا ما را نگه دار، زمین و آسمان ها را نگه دار، بمان فرزند آدم روز بیند، تمام اهل دنیا را نگه دار. و این نابینا می گفت که الها خدایا بنی آدم را از این مرگ و عارضه رها کن و آذرخش و فرزانه را هم در همین میان مژده امن بده. این خیشان ما به چشمشان چنان اشک دوید که یک نفری که اصلا با ما شاید که پیوند و شناسی آشنایی مستقیم ندارد، این همه دعا را به نشانی ما میفرستد. از تمام 6 قطعه یاران و پیوندان، آشنایان و ناشناسان، حبیبان و انیسان و جلیسان، محبان، همه انسان های عزیز به ما زنگ می زدند و دعای سلامتی می کردند. من در یک شعر گفته بودم که هر آن پیکی که بر ما می فرستی پیامک نیست، پیغام بزرگ است. پیامک هایی که به نشانی استاد آذرخش می آمد واقعا مژده های بزرگ بود. یک پیام به یادم ماند، کسی نوشته بود که نفری که در تن صحتی خداوند را یاد می کند، روز بیماری خدایش او را فراموش نمی کند. و همه قدر برای ما را متاثر کرد و امیدوار ساخت که
مژده امن و سلامت می آید. همه این روزنامه‌نگاران عزیزی که از چهار سوی عالم همیشه زنگ می زدند، متاسفانه ما امکان آن نداشتیم که پاسخ گوییم. من با عرض پوزش و معذرت به همه اینا میگویم که روز و روزگاری خوشی می باید که تمام خلق عالم و مردم تاجیکستان ما از این طوفان بلا رها می شود و ما و شما با هم حرف خوش رد و بدل می کنیم، مبادله های محبت می کنیم. من می خواستم برای آن طبیبان جاننثاری که این همه روز همراه گرفتاران و همراه مریضان به سر بردند و بسیار جاننثاری و سرسپردگی و بزرگواری ها کردند، به اینها هزار خیرمنی سپاس گویم. و چقدر روزهای بود که یک طبیب جوان که همراه ما بودند، فرزنده کشان تازه تولد شده بود و هنوز دیدارش را آنسان که باید ندیده بودند و شبها آرزومند دیدار فرزند بودند و دعا میکردند که استاد زود مژده سلامت یابند و من به دیدار فرزندم رسم. و چندین نفرهایی که بودند، یکی به یاد مادر، دیگری به یاد خویشاوند دیگر، یکی به یاد فرزند و پیوند می سوخت و می خواست که زود برای ما پیک شفا بیاید. یک روز طوفانی اگر یادتان باشد، چقدر زمین رنگ دیگری تیره گرفته بود و درخت ها سخت می لرزیدند و یک قسمشان ریشه‌کن می شدند، ستون پایه ها می افتیدند. بسیار حالت دهشت بود که برق خاموش شد و وقتی شام آمده بود تیرگی دنیای فرا گرفته بود و وقتی از تیریزه نگاه میکنید یک غبار بزرگ برخواسته و من گفتم عجب حال فرا رسید که دستگاه صنعی نفسکشی خاموش شد و حال استاد چی می شود. و اما وقتی به پایان نگاه کردم، یک نفر کارمند معمولی بیمارستان شیخ برهان که ما آنجا بودیم، در درون همین طوفان و ستونهای لرزنده و درختهای افتنده دوان آمده بود، دیزل را به کار انداخته بود. من گفتم این قهرمان هم همین کار را نمیکرد راستی. و در حال دهشت وی گفت که نباید استاد به نفس مانند. من صدایش شنیدم. دوباره وقتی پرسیدم نام همین برادر چیست، او به حد آدم عادی و معمولی بود. چند نفری که همراه من بودند از همین پزشکان نام او را نمیدانستند. من گفتم این قهرمان است، قهرمان است که به این بزرگواری آمد نفس هدیه کرد به انسان ها. و تمام طبیبانی که همراه ما بودند شاید عنوان قهرمانی و مقام بزرگواری نتواند که مساحت بزرگی و خدمت های آنها را افاده کند. به آنها هزار و میلیون رحمت میفرستم و آرزو میکنم که به همه خوبی هایشان بزرگترین پرداخت هم از جانب دولت و حکومت می شود و هم از جانب حضرت پروردگار که بنده نواز است و به طبیبان مقام شریفترین را لایق دانسته است.